سلام بچه، خوش اومدیم به اولین ویدیوی من تو این کانال، یعنی کانال شیزو، کانال من و کانال شما که ندونستم از چی ویدیو درست کنم. اولین کانتنت هم بود، خب اصلا ندونستم از چی درست کنم. خاطر اومدم 5 تا سنس تو این آپدیت بدم که خیلی خفنه، واقعا خفن سنس ها. اگه بتونین یه کارهای دیگه هم کنیم به جز سنس دکمه تیر و این کارا، حل دیگه. سنس خیلی خفنه، چون میدونم تو این آپدیت خیلیاتون دنبال سنس گوشیاتون هستین، واسه سامسونگ، شیائومی، حالا گوشی های دیگه. تو این آپدیت دیگه گارنا نمیدونم چی کار کرد با ما. خب بریم واسه تست سنسیویتی. لیتس گو. یا این سنس دیگه، همین سنس. نمیدونم ردم میده، ولی خب از خیلی سنس ها بهتره. منفی یکم رد میده، کنم بخاطر دکمه تیرم، باید یکم سایزش رو بازش درست کنم. این سنس اول. خب ویو ولو واسه وود پیکر هم واسه شما امتحان کنم. خدا وکیلی خودم اصلا وود پیکر رو امتحان نکردم، میخوام برای اولین بار وودم امتحان کنم ببینم چی جوری میخوره. خوبه اینجا یکم خطم میگیرم، ولی یه خودت میبینی یعنی چیت لامصب. زای شدن. راول بودش انگاری نه، بودش هم خوبه. نگاه خب انصافا از یه سنس دیگه چی میخوای ها؟ چی میخوای؟ حالا ول کن، بریم سراغ سنس بعدی. ویژ لاین سنس واسه سامسونگ. صدا هد میره ولی هد نمیشه. گوشه من کوکویه، اینطور داره هد میکنه. هنوز حالا ندیدیش رد نمیده، چون این سنس واسه سامسونگ. خب رد خورم داره. خب گوشه من شیائومیه، این اصلا این سنس واسه سامسونگ کلا. بریم بودم امتحان کنیم توش. نگاه بود قشنگ میکنه. شاز کن بود دیز بود، شاد کن بود دیز. بریم سراغ سنس بعدی. بچه ببخشید کلا توی ترینینگ دارم تست میکنم، چون توی ولف امکانش خدایی نیست. ولف میبینی یه دست نوب میندازه. خب گانای خوبی بر نمیدارن که من بخوام سنسی اینجا تست کنم. من ترینینگ تست میکنم ململانه و چهچهانه، قبول کنین دیگه. نگاه خب این سنس هم واسه شیائومیه دیگه. یکم از گوشه من خیلی نرمه. پیش دیزش زیاد خوب نمیکنه.
بریم شاتگانشون برداریم. شاتگان بد نیست، تو این فاصله زیادی وست میکنه. خودتون امتحان کنین دیگه، ببین کدوم رو گوشی شما بهتر. یه دارم امده امتحان کنم تو این چون خیلی نرمه، امده خوب بخور. نه امده است بخور جانم، یه ساعت دنبال سنس بشه بخور. بسن دو بایسته. نه اصلا امده رو غیر امده رو بزن دیگه تو این سنس. میمونی خوب میخوره، یک تدبیری حساب میشه دیگه. سنس رفت نداره این دیگه خطی. خب تا الان شده 3 تا سنس. سراغ سنس بعدی یونپی برداریم، شاتگان برداریم، بریم سراغ سنس از سامسونگ. گوشی من هم جواب بعضی میبینیم بعضی هاش که اصلا هد نمیخوره، واقعا سامسونگه. دارم با شیائومی میزنم این سنسر. همونطور که میبینین این هم سنس خفنی. دیدم رون آدم ها کنیم اونجا. نه زیاد این راه نمیشه، فاصله بلکن بابا خیلی حلوا سنس آوردم. حلوا دکمه تیرتون هم میگم تو هر کدوم چند بزنیم دکمه تیر رو بتونن قشنگ باز کنیم. یه راز خیلی خفن به شما بگم که اگه میخواین با شاتگان قشنگ بزن دکمه تیرتون باید بزرگتر باشه و گانه SMG کلن دیزل. این که گانه SMG نیست ولی گانه SMG اینا باید دکمه تیرتون کوچیکتر باشه. خود دانی کدوم میخوای استفاده کن. تو بودم تو این استفاده کنم که درخواست بکشت رفیقم متین اسم اکانتش برداشت قبول. نگاه جان از سنس و اوف وودش چرا قشنگ میخوره. ببینم از وودش بریم سراغ سنس بعدی. با این وود میزنیم. این هم از سامسونگ، آخری هم از سامسونگ. فکرم 2 تا شد شیائومی، 3 تا شد سامسونگ. ببینم زیاد سامسونگ داریم نه شیائومی. از وود و دیزش خیلی قشنگ و ایزی داره میخوره. شاتگانش رو امتحان کنم این ویدیو تموم کنیم، خیلی طولانی شد. یکیش این هم، یکیش این هم بود، این هم یک دیگهش. خب بچه ها بریم لابی. این هم سنس 5. خب بچه ها مرسی که آخر ویدیو با ما همراه بودیم.
انشالله که از ویدیو خوشتون اومده باشه، چون اولین ویدیو کانتم بود، میگم کانالم بود، نمیدونستم چیکار کنم. اگه سوچی هایی دادم، کارای سوچی که زیاد دادم. خب وایس. Oh man, I should have finished those سوچی deep fried زیاد chicken دادم. wings from last night. شرمنده. I'm starving. ویدیو خودتون ببخشید، لطفاً لایک و ساب کن. Oh تا man, ویدیوی I بعد should have finished those deep fried chicken wings from last night. خداحافظ. I'm starving.